البته. متن سناریو با اعراب گذاری. صحنه 1 3 ثانیه. نظره جاوی علی مدینه لالجین ناریشن. لالجین پایتخت سفال ایران. جای یک خاک جان میگیرد. صحنه 2 5 ثانیه. استادکار قدیم جنب دوار سفالگری سنتی گل را با دستان شکل میدهد ناریشن. اینجا دستان کوزه‌گران هنوز راز 1000 ساله سفال را زنده نگه داشتند. صحنه 3 5 ثانیه. تغییر فضا. کارگاه مدرن دستگاه پرس هیدرولیک و چرخ برقی. گل را سریعتر و دقیقتر شکل میدهند ناریشن، اما امروز فناوری هم به یاریشان آمده دستگاه‌های نوینکار را دقیقتر و آسان‌تر کردند. صحنه 4 6 ثانیه. کارگرها با دستگاه چاپ و اسپری لعاب اتوماتیک تر و رنگ روی سفال میزنند. کنارشان نقاشی دستی هم دیده میشود ناریشن. ترکیب هنر دست و ابزار جدید طرح‌هایی شفاف و ماندگار مافریند. صحنه 5 6 ثانیه. کوزه‌ها ورد کوره‌های مدرن گازی برقی میشوند. شعله‌ها می‌درخشند. سپس نذری از سفال لعاب خورده و براق که بیرون آورده می شود ناریشن. از دل آتش و تکنولوژی سفال لالجین همچنان در جهان می‌درخشد. صحنه 6 5 ثانیه. پایانی. بازار لالجین پر از کوزه‌ها و ظروف رنگارنگ. لبخند گردشگر و ناریشن. لالجین جایی یک خاک ساده به هنری جاودانه بدل می شود. اگر خواستی تلفظ دقیق‌تر یا اعراب گذاری کاملتر بفرستم بگو.